برف میبارد و آلودگی هوا احساس نمی شود. اما این گونه تلاش ها برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست ادامه دارند. در تازه ترین مورد شاروالی کابل، اداره حفاظت از محیط زیست، وزارت معادن و پترولیم و فرماندهی پلیس کابل 19 فابریکه ریگریشن و 20 کوره خشتپزی را در ولسوالی پغمان مسدود کردند. در این ساحه 19 فعالیت ریگریشن ها است که فعالیت خود غیر قانونی بدون جواز و اجازه پیش میبره و فیصله قاطع حکومت جمهوری اسلامی افغانستان این است که امی فعالیت ها از امی ساحه اخراج شود. ولسوالی پغمان میگوید که این فابریکه ها نه تنها هوای کابل را آلوده می ساختند بلکه فعالیت هایشان نیز غیر قانونی بودند. ما طرفدار از این نیستیم که ریگریشن ها کار نکنند. البته در این ریگریشن ها در کدامش 50 نفر و 40 نفر و 30 نفر که مربوط یک فامیل میشه کار میکنن، از این یاشای باطی خود میکنن، اما در جای باید یا مستقر شوند که خسارش بر مردم و بر هوا نرسه، هوا را آلوده نسازه. وزارت معادن و پترولیم میگوید که برای فعالیت این فابریکه ها باید جای مناسب در نظر گرفته شود. گرچه وزارت معادن اصلا نظر به قانون معادن همیشه وقتی که یک فعالیت در یک جای ایجاد میشه به اساس قانون معادن برشان جواز داده میشد. قابل یادآوری است که پیش از این نیز شماری از حمام‌ها، ساختمان‌های تجارتی و شماری از شهرک‌ها به علت استفاده از زغال سنگ و آلوده کردن هوا از سوی این اداره‌ها مسدود گردیدند. وزارت صحت عامه افغانستان چند پیش گفت که 17 تن به علت آلودگی هوا جان باختند.